أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه. أما بعد، امام نووی رحمه الله در کتاب ریاض الصالحین، در آخرین کتاب ریاض الصالحین میگوید کتاب الاستغفاری، یعنی کتاب در مسئله استغفار کردن. کتاب در مسئله استغفار کردن. پس امام نووی رحمه الله اولین بابی که کشاده بود درباره اخلاص بود و آخرین باب کتابی که کشاده است درباره استغفار هست. پس این کتاب ریاض الصالحین می شود خلاصه کرد که انسان باید اخلاص داشته باشد در هر عملش و بعد از هر عمل استغفار همراهش باشد. زیرا اینکه الله جل جلاله هم وقتی که پیغمبر صلی الله علیه وسلم در آخرین آیت آخرین سوره را نازل کرد و استغفره، امرش کرد که طلب استغفار بکن ای پیغمبر صلی الله علیه وسلم. پس امام نووی رحمه الله همچنین آخرین کتاب ریاض الصالحین را با نام کتاب استغفار کشاده است و این آخرین کتاب از کتاب ریاض الصالحین می باشد. اکنون امام نووی رحمه الله در زیر کتاب استغفار چند آیت‌های برای تشویق و برای انسان بگیم میل داشته باشد به استغفار کردن، چند آیت‌های برامون تقدیم میکند. بعد از اون میگذرد به قسم حدیث ها. اولین آیتی که در زیر این کتاب میارد میگوید قال الله تعالی، الله سبحانه و تعالی گفته است، سوره محمد آیت 19. الله سبحانه و تعالی میگوید واستغفر لذنبک وللمؤمنین والمؤمنات، یعنی طلب مغفرت بکن برای گناهت و همچنین برای مؤمنین و همچنین برای مؤمنات طلب استغفار بکن ای پیغمبر صلی الله علیه و سلم. این بود یکمین آیت برای امر و فرمان که باید طلب استغفار داشته باشیم، چطوری که الله پیغمبر که گناه گذشته و آیندهش بخشیده شده بود، الله جل جلاله اون پیغمبر امر کرد به طلب استغفار کردن. پس به طریق اولا ما و شما احتیاج داریم و محتاج استغفار کردن می باشیم. اکنون دویم آیت میگه و قال تعالی، الله سبحانه و تعالی فرموده است، سوره نساء آیت 106. الله سبحانه و تعالی میگه واستغفر الله، یعنی طلب مغفرت بکن از الله جل جلاله. ان الله کان غفورا رحیما، هر آینه الله جل جلاله بخشنده و مهربان می باشد. الله سبحانه و تعالی بسیار بخشنده است و بخشیدن را دوست می دارد و بسیار مهربان است که بندگانش بعد از گناه کردنشون به سوی الله رجوع بکنن، الله بندگانش را می بخشد. این بود دومین آیت. سومین آیت که امام نووی رحمه الله میارد میگه و قال تعالی، الله سبحانه و تعالی گفته است، سوره نصر آیت 3: فسبح بحمد ربک واستغفره، یعنی تسبیح بگو به حمد و ستایش پروردگارت، یا پاک بدان پروردگارت را با حمد و ستایشش، واستغفره، و طلب مغفرت بکن از الله جل جلاله، انه کان توابا، هر آینه الله سبحانه و تعالی بسیار توبه پذیر است. الله سبحانه و تعالی تواب می باشد. تواب کسی را میگن که بسیار انسان توبه کننده را توبهش قبول میکند. پس الله سبحانه و تعالی توبه قبول کننده و توبه پذیر می باشد. پس این بود سومین آیت. در زیر این کتاب چهارمین آیت در امام نووی رحمه الله میگه و قال تعالی، الله سبحانه و تعالی فرموده است، سوره آل عمران، الله میگه للذین اتقوا عند ربهم جنات تجری، للذین اتقوا یعنی برای کسانی که تقوا پیشه میکنند، عند ربهم جنات تجری، یعنی در نزد پروردگارشان
کسانی که تقوا پیشه میکنند جناتون تجری دارند، یعنی جنت های دارند که از زیر اونها روان هستند و جنت های جاری دارند. الى قوله عز وجل، تا اینجای سخن الله سبحانه و تعالی آیت 15 و 16 و 17 و در آخر آیت 17 میگه، یا که در آیت 17 میگه والمستغفرین بالاسحار، یعنی که کسانی که استغفار میکنند بالاسحار یعنی سحرگاه. منظور از سحرگاه کی است؟ یعنی کسانی که شب زنده داری میکنند، شب تا روز زنده داری میکنند، باز در روز استغفار میکنند. انسان وقتی که شب تا روز زنده داری میکند، شب تا روز عبادت میکند، شب تا روز با عبادت مشغول هست، پس در روز چرا، در آخر شب چرا استغفار بکند؟ شاید در عبادتش یگان کمبودی کرده است، شاید در عبادتش یگان نقص پیش آمده است. از این حساب است که انسان استغفار میکند. بعد از عبادت هم باشد استغفار کرده می شود، باید استغفار کرده شود. این بود چهارمین آیتی که امام نووی رحمه الله آورده است. پنجمین آیت و قال تعالی، میگه الله سبحانه و تعالی گفته است، سوره نساء آیت 110. الله سبحانه و تعالی میگه و من یعمل سوءا، یعنی هر کسی که کاری بد انجام میدهد، او یظلم نفسه، یا خودش را هر کسی که ظلم میکند، ثم یستغفر الله، بعد از کاری بد کردن و بعد از انسان خودش را ظلم کردن، یستغفر الله یعنی الله جل جلاله را استغفار میکند، از الله جل جلاله طلب مغفرت میکند، یجد الله غفور رحیم، پس الله سبحانه و تعالی را بخشنده و مهربان پیدا میکند. وقتی انسان ظلم میکند، کاری بد میکند، بعد توبه میکند، پس الله سبحانه و تعالی را میبیند که بسیار ذات توبه پذیر و ذات مهربان است که این انسان را با این کمبودیاش، با این ظلمش، با این کاری بدش بخشیده است و توبهش را قبول کرده است. این بود پنجمین آیت در زیر این کتاب. و ششمین آیتی که در زیر این کتاب امام نووی رحمه الله میارد، میگه و قال تعالی، الله سبحانه و تعالی گفته است، سوره انفال آیت 33. الله سبحانه و تعالی میگه و ما کان الله لیعذبهم، یعنی الله جل جلاله، یا که بر الله این نیست که اونها را عذاب بکند. و ما کان الله، یعنی که برای الله نیست لیعذبهم که اونها را عذاب بکند، یعنی الله سبحانه و تعالی اونها را عذاب نمی کند و انت فیهم، و در حالی که تو در بین اونها هستی پیغمبر صلی الله علیه و سلم. و ما کان الله معذبهم و هم یستغفرون، و الله سبحانه و تعالی همچنین عذاب و شکنجهشان نمی کند، مجازاتشان نمی کند، و هم یستغفرون، تا زمانی که اونها استغفار می کند. پس عذاب بالای ما در دو صورت نمی آید. صورت اول این است که پیغمبر در بین ما بود، وقتی پیغمبر بودند عذاب الله سبحانه و تعالی بالای ما رای نمی کرد. اکنون بعد از پیغمبر رفتن باز یک چیز دیگری هست که عذاب رو از ما دور میکند. اون چیز، اون استغفار کردن است. وقتی که انسان بسیار استغفار بکند، انسان بسیار از الله جل جلاله طلب مغفرت بکند، همین استغفارها سبب می شود که الله جل جلاله بالای اون قوم، بالای اون مردم عذاب را نمی آورد، زیرا که الله خودش وعده میکند که و ما کان الله معذبهم، یعنی الله سبحانه و تعالی اونها را عذاب نمی کند، اونها را مجازات نمی کند، و هم یستغفرون، به شرطی که در حال استغفار کردن باشند، استغفار بکنن، الله جل جلاله شکنجه و مجازاتش را بالای اینها نمی آورد. این بود پنجمین آیت در زیر این کتاب که امام نووی رحمه الله آورده است. و آخرین آیت، ششمین آیتی که امام نووی رحمه الله میارد، میگه و قال تعالی، الله سبحانه و تعالی فرموده است، سوره آل عمران آیت 135. الله سبحانه و تعالی میفرماید والذین اذا فعلوا فاحشة، و کسانی که وقتی که کار زشت را انجام میدهند، گناه و معصیت را
انجام میدهند او ظلموا انفسهم یا خودشان را ظلم میکنن ذکر الله بعد از کاری بد کردن و کار زشت کردن و بعد از نفس خودشان در ظلم کردن ذکر الله الله را به یاد میارن ذکر الله را میکنن فاستغفروا لذنوبهم پس طلب مغفرت میکنند برای گناهی که انجام داده بود و من یغفر الذنوب الا الله و کیست که گناه را ببخشد بجز الله آیا کسی دیگری میتواند که گناه کننده را ببخشد غیر الله جل جلاله؟ البته که نه، فقط و فقط یگانه الله است که گناه کننده را اگر که توبه بکند باز بگردد به سوی الله، الله میبخشدش. ولم یصروا علی ما فعلوا و هم یعلمون. ولم یصروا علی ما فعلوا یعنی که فهمیده و دانسته، لم یصروا یعنی ادامه ندادند علی ما فعلوا بر اون گناهانی که انجام میدادند. یعنی که بعد از اون که فهمیدن که این کار گناه است، بعد از اون که فهمیدن که این کار معصیت است، از اون گناه و معصیت دست کشیدن و استغفار کردن و از الله طلب مغفرت کردن. ولم یصروا علی ما فعلوا یعنی ادامه ندادن به اون گناهانی که انجام میدادن و هم یعلمون در حالی که اونها میدانستند. وقتی فهمیدن که این کار گناه است، این کار معصیت است، از گناه و معصیت خالصانه دست کشیدند. پس اینها کسانی هستند که الله جل جلاله گناهانشان را میبخشد. این بود 6 آیتی که امام نووی رحمه الله برای استغفار کردن و برای تشویق کردن خواننده و شنونده برای استغفار که همیشه باید زبانهایمان با استغفار بند و مشغول باشد، این 6 آیت را تقدیم کرد. اکنون بعد از این میگد والآیات فی الباب کثیرة معلومه، یعنی آیت ها در این موضوع درباره استغفار کردن خیلی زیاد هستند و معروف و معلوم می باشند، اما با 6 آیت اکتفا کرد امام نووی رحمه الله تعالی. اکنون بعد از این میگذره در قسم حدیث ها. اولین حدیث این کتاب استغفار حدیث 1868 کتاب ریاض الصالحین می باشد که امام نووی رحمه الله در زیر حدیث 1868 کتاب ریاض الصالحین می گوید و عن الاغر المزنی رضی الله عنه ان رسول الله صلی الله علیه و سلم قال، میگوید که از اغر مزنی رضی الله عنه روایت است که رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند انه لیغان علی قلبی، گفت هر آینه گفت حال همین می شود که لیغان علی قلبی، سایه غم و غفلت قفس دل من رو میگیرد. پس غم و غفلت و این چیزها میگوید قفس دل من رو میگیرد و اینی لاستغفر الله فی الیوم 100 مرة. پیغمبر میگوید هر آینه من طلب مغفرت میکنم، میگه در یک روز 100 بار. الله اکبر. پیغمبر صلی الله علیه و سلم با وجودی که تمام گناهان گذشته و آیندهش بخشیده شده بود، پیغمبر چیکار میکرد؟ طلب مغفرت میکرد. میگه در یک روز 100 بار طلب مغفرت میکرد. رواه مسلمون، این حدیث را امام مسلم روایت کرده است. این بود حدیث 1868 کتاب ریاض الصالحین. بعد از این امام نووی رحمه الله حدیث 1869 را میآورد و میگوید و عن ابی هریره رضی الله عنه قال، یعنی از ابو هریره رضی الله عنه روایت است که گفت سمعت رسول الله صلی الله علیه و سلم یقول، میگوید که شنیدم رسول الله صلی الله علیه و سلم رو که میفرمود. پیغمبر صلی الله علیه و سلم میگفت که والله انی لاستغفر الله و اتوب الیه فی الیوم اکثر من 70 مره. رسول الله صلی الله علیه و سلم
قسم یاد میکند، میگوید قسم به ذات پاکی الله جل جلاله، والله قسم به الله جل جلاله، اینی لاستغفر الله، هر آینه من طلب مغفرت میکنم از الله جل جلاله، و اتوب الیه، و همچنین توبه میکنم به سوی الله جل جلاله، فی الیومی در یک شبانه روز، اکثر من 70 مره، از 70 بار زیادتر، از 70 بار زیاد میگم من در یک روز طلب مغفرت میکنم از الله جل جلاله. رواه البخاری، این حدیث را امام بخاری رحمه الله روایت کرده است. پس پیغمبر صلی الله علیه و سلم با وجودی که گناهان گذشته و آیندهش بخشیده شده بود، باز پیغمبر چیکار میکرد؟ طلب مغفرت میکرد و استغفار میکرد. پس ما و شما به طریق اولا باید استغفار داشته باشیم. خب این بود حدیث 1869 کتاب ریاض الصالحین. بعد از این امام نووی رحمه الله حدیث 1870 کتاب ریاض الصالحین را میآورد و میگوید: و عنه رضی الله عنه قال، یعنی از ابو هریره رضی الله عنه روایت است که گفت: قال رسول الله صلی الله علیه و سلم، میگه رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند، پیغمبر صلی الله علیه و سلم گفتند: والذی نفسی بیده، یعنی قسم به ذاتی که نفس من در دست اون هست، لو لم تذنبوا، یعنی اگر که شما گناه نمی کردید ای انسان ها، ای مسلمانان، اگر که شما گناه نمی کردید، لذهب الله تعالی بكم، الله سبحانه و تعالی شما را از بین می برد، الله سبحانه و تعالی شما را نابود میکرد. ولجاء بقوم، حتما الله سبحانه و تعالی می آورد گروه را، قوم را که یذنبون، اون گروه گناه بکنند و معصیت بکنند، و یستغفرون الله تعالی، بعد از گناه و معصیت طلب استغفار بکنند به الله جل جلاله، فیغفر له، پس الله سبحانه و تعالی ببخشد آنها را. الله اکبر. یعنی که گناه کردن، بعد از گناه کردن که الله سبحانه و تعالی برای انسان توفیق بدهد که رجوع به سوی الله سبحانه و تعالی بکند، پس این یه نعمت بزرگ بوده است که اگر که پیغمبر میگه شما گناه نمی کردید، الله قوم دیگری رو می آورد که اونها گناه کنند و استغفار کنند به سوی الله جل جلاله. یعنی که این حدیث تشویق برای گناه کردن نیست که ما گناه بکنیم و توبه بکنیم، این تشویق به این نیست، بلکه ما فطرتاً میخواهیم نمیخواهیم گناه از ما سر میزند. پس این نعمت بزرگ الله را پیغمبر بیان میکند که گناه میخواهید نمیخواهید میکنید. اگر که شما گناه نمیکردید، الله شما را از بین میبرد، قوم دیگر را میآورد. پس وقتی که شما گناه میکنید، باید نقص و کمبودی خودتان را پر بکنید، یعنی که بدانید که کمبودی کردید، استغفار کنید به سوی الله جل جلاله تا که الله شما را ببخشد. یعنی که این حدیث تشویق برای گناه کردن نیست که ما گناه بکنیم و بگیم بعد توبه میکنیم، این تشویق به این نمی باشد. رواه مسلمون، این حدیث را امام مسلم رحمه الله روایت کرده است. این بود حدیث 1870 کتاب ریاض الصالحین. بعد از این امام نووی رحمه الله حدیث 1871 کتاب ریاض الصالحین را می آورد و میگوید: و عن ابن عمر رضی الله عنهما قال، یعنی که از ابن عمر رضی الله عنهما روایت است که گفت: كنا نعد لرسول الله صلی الله علیه و سلم فی المجلس الواحد 100 مرة. ابن عمر میگوید ما بودیم نعد، یعنی می شماریدیم، حساب میکردیم رسول الله صلی الله علیه و سلم در یک مجلس، در یک جای نشستگیش 100 مرة، 100 بار میگفت. چی را میگفت؟ میگفت رب اغفر لی و تب علی انک انت التواب الرحیم. الله اکبر. در یک مجلسش رسول الله 100 بار میگه این سخن را میگفت. ابن عمر میگه ما
می شماریدیم، ما حساب میکردیم که رسول الله به این عدد تا این عدد این استغفار را، این طلب آمرزش را بیان میکرد. پس این چی معنا دارد؟ رب اغفر لی، ای بار الها ببخش من را، و توب علی، ای بار الها قبول بکن توبه من را، انک انت التواب الرحیم، ای بار الها تو تواب الرحیم هستی، بسیار توبه پذیر و بسیار مهربان هستی ای الله جل جلاله. رواه ابو داود و ترمذی، این حدیث را ابو داود و ترمذی روایت میکنند، میگوید که و قال ترمذی میگوید حدیث حسن صحیح، این حدیث حدیث حسن و صحیح میباشد. این بود حدیث 1871 کتاب ریاض الصالحین. بعد از این امام نووی رحمه الله حدیث 1872 کتاب ریاض الصالحین را می آورد و میگوید و عن ابن عباس رضی الله عنهما قال، یعنی از ابن عباس رضی الله عنهما روایت است که گفت قال رسول الله صلی الله علیه و سلم، میگه رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند من لزم الاستغفار، هر کسی که لازم بگیرد استغفار را، یعنی هر کسی که همیشه و دائمی با استغفار باشد، جعل الله له من کل ضیق مخرجا، الله سبحانه و تعالی برای انسانی که همیشه استغفار میکند از هر تنگی ها برآمدگاه براش تقدیم میکند. هر انسانی که دائمی استغفار میکند الله سبحانه و تعالی در حالتهای تنگی و زمینی دشواری بالاش میآید، راه حل اون را الله براش تقدیم میکند. و من کل هم فرجا، و الله سبحانه و تعالی از هر غم و اندوه اون انسان بسیار استغفار کننده ده میبراردش، فرج و خلاصی از غم و اندوه براش تقدیم میکند که این انسان بسیار استغفار کننده از غم و اندوه خلاص می شود و دور می شود. و رزقه من حیث لا یحتسب، پس الله سبحانه و تعالی رزق می دهد انسان بسیار استغفار کننده را من حیث لا یحتسب، از جایی که خود اون انسان گمانش را نمی کرد که از اینجا براش رزق می رسد، گمانش را نداشت و گمان نمی کرد که از اینجا رزق بیاید، اما الله سبحانه و تعالی از اون طریق برای انسان بسیار استغفار کننده رزق میدهد. پس استغفار کردن در این دنیا سه فایدهش رسول الله صلی الله علیه و سلم در این حدیث ذکر کرد. یکم، در حالت وزمینی‌ها و تنگی‌ها و سختی‌ها الله راهی برآمدن برات تقدیم میکند اگر بسیار استغفار گوینده باشی. دوم، در حالت غم و اندوه الله سبحانه و تعالی فرج رو برات، خلاصی رو از این غم و اندوه الله برات تقدیم میکند. و سیوم، انسانی که بسیار استغفار میکند الله از یک جای براش رزقش میدهد که خودش نمیداند یا که گمان نمیکرد که از اینجا رزق بیاید. رواه ابو داود، این حدیث را ابو داود رحمه الله روایت کرده است. این بود حدیث 1872 کتاب ریاض الصالحین. بعد از این امام نووی رحمه الله حدیث 1873 کتاب ریاض الصالحین را می آورد و میگوید و عن ابن مسعود رضی الله عنه قال، یعنی از ابن مسعود رضی الله عنه روایت است که گفت قال رسول الله صلی الله علیه و سلم، میگه رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند من قال، یعنی هر کسی که بگوید استغفر الله الذي لا اله الا هو الحي القيوم و اتوب الیه، یعنی هر کسی که بگوید استغفر الله الذي، یعنی که طلب مغفرت میکنم از الله که لا اله الا هو الحي القيوم، نیست معبودی بر حق بجز اون الله که حی هست، زنده است، قیوم است، و اتوب الیه، و توبه میکنم به سوی اون الله جل جلاله. این دعا را میگه هر کسی که بگوید
غفرت ذنوبه، یعنی بخشیده می شود تمام گناهانی هر کسی که این سخن را میگوید. هر کسی که این دعا را میگوید الله سبحانه و تعالی اون انسان را گناهانش را میبخشد. و این کان قد فر من الزحف، و اگر هرچند که قد فر من الزحف، یعنی که از میدان نبرد فرارم کردگی باشد، الله سبحانه و تعالی گناهان اون انسان را میبخشیده است. وقتی که این دعا را بگوید استغفر الله الذي لا اله الا هو الحی القیوم. الحی القیوم نعت برای الله هست، پس منصوب بخونیم افضل و بهتر است. الحی القیوم یعنی که الله که حی و الله که قیوم می باشد. خب رواه ابو داود و ترمذی و الحاکم، این حدیث را ابو داود و ترمذی و حاکم روایت کردگی است. و قال، و این حاکم میگوید که حدیث صحیح على شرط البخاری و مسلم، یعنی که این حدیث صحیح می باشد. این حدیث صحیح است و موافق است به شرط مسلم، یعنی که این حدیث صحیح می باشد و موافق است به روایت امام به شرطای امام مسلم. پس در اینجا امام نووی رحمه الله میگوید که رواه ابو داود و ترمذی، یعنی این حدیث را ابو داود و ترمذی روایت کردگی هست و همچنین حاکم روایت کردگی است. و در اینجا وقتی که خواننده میبیند فکر میکند که همه اینها را، یعنی که هم ابو داود هم ترمذی هم حاکم این را از ابن مسعود روایت کردگی است، اما در اصل این طور نمی باشد. در اصل این طور نیست، بلکه فقط حاکم از ابن مسعود روایت کردگی است. حاکم از ابن مسعود روایت میکند، اما ابو داود و ترمذی این حدیث را از زید رضی الله عنه روایت میکنند. پس راوی‌ها فرق میکنند، اما حدیث یک است، اما راوی‌ها فرق میکنند. وقتی که در اینجا امام نووی رحمه الله میگه رواه ابو داود و ترمذی و الحاکم، پس خواننده گمان میکند که راوی هم ابو داود هم ترمذی هم حاکم ابن مسعود است، اما در اصل این طور نیست، بلکه حاکم از ابن مسعود روایت میکند، اما ابو داود و ترمذی از زید رضی الله عنه روایت میکنند. پس حاکم میگوید که حدیث صحیح است به شرط بخاری و مسلم، یعنی شرط شروطش با بخاری و مسلم موافقت میکند. یعنی تا همین اندازه شرط بخاری و مسلم که چقدر قوی است، این حدیث هم یعنی که سندش بسیار قوی می باشد. این بود حدیث 1873 کتاب ریاض الصالحین. بعد از این امام نووی رحمه الله حدیث 1874 کتاب ریاض الصالحین را می آورد و میگوید و عن شداد ابن اوس رضی الله عنه عن النبی صلی الله علیه و سلم قال. پیش از اونه که این حدیث 1874 بگم و قولی که در بالا علاوه کردم، گفتم که این حاکم از ابن مسعود روایت میکند و ابو داود و ترمذی از زید روایت میکند، این قول شیخ البانی رحمه الله. شیخ البانی اینجا تعلیق گذاشته در زیر این حدیث این نازکی را بیان کردگی است. پس این نازکی را اون بزرگان میفهمند، پس ما طالب علم این نازکی را برای درک کردن من خیلی دقت یا که خیلی جستجوی زیاد لازم است. اما اون بزرگان که میفهمند پس تعلیق گذاشتن در زیر این حدیث که اینجا ابو داود و ترمذی راویش زید است و حاکم راویش ابن مسعود هست. پس این قولی شیخ البانی رحمه الله بود. خب اکنون حدیث 1874 کتاب ریاض الصالحین امام نووی رحمه الله میگوید و عن شداد ابن اوس رضی الله عنه عن النبی صلی الله علیه و سلم قال، یعنی که از شداد ابن اوس رضی الله عنه روایت است از پیغمبر صلی الله علیه و سلم که فرمودند. پیغمبر صلی الله علیه و سلم میگوید که
سید الاستغفار ان یقول العبد، یعنی که بهترین استغفار همین است که بنده بگوید. بهترین استغفار این هست که بنده بگوید اللهم انت ربی، ای بار الها تو پروردگار من هستی، ربی من هستی. لا اله الا انت خلقتنی و انا عبدک، نیست معبودی بر حق بجز تو ای الله جل جلاله، فقط و فقط تو معبودی بر حق هستی ای الله و معبودی سزاوار عبادت هستی ای الله. خلقتنی، ای الله تو من رو خلق کردی. و انا عبدک، ای الله من بنده تو هستم. و انا علی عهدک، ای الله من اون عهدی که به تو بسته بودم روز میثاق، اون عهد را، در اون عهد من پایبند هستم، اون عهد را در یاد دارم، اون عهد را رعایت میکنم. و وعدی که ما استطعت، و وعده ای که علی عهد و وعده ای که داده بودم در اون هستم. ما استطعت یعنی که به اندازه استطاعتم، یعنی کوشش میکنم، سعی میکنم اون عهد را نشکنم. اعوذ بک من شر ما صنعت، پناه میطلبم به تو ای الله جل جلاله از بدی هایی که انجام دادم، از گناهانی که انجام دادم، از معصیت هایی که انجام دادم. ای الله به تو پناه میبرم، از شر و بدی های گناه من را نجات بده. ابوء لک بنعمتک علی، اعتراف میکنم در نزد تو ای الله بنعمتک علی، اون نعمت هایی که به من دادی، صحت و سلامتی، مال و ملک و هر نعمتی که برای من دادی، نعمت ظاهری و باطنی. ای الله جل جلاله من اون نعمت ها را اعتراف میکنم که از جانب تو هست. و ابوء بذنبی، ای الله همچنین من اعتراف میکنم به گناهانم که گناهان کردم، معصیت های رو انجام دادم. فاغفر لی، اکنون ای پروردگارم ببخش من را. فانه لا یغفر الذنوب الا انت، پس هر آینه نمی بخشد گناهان را بجز تو ای الله. غیر تو ای الله کسی دیگر گناه را نمی تواند ببخشد. پس پیغمبر صلی الله علیه وسلم میگوید که من قالها من النهار موقتا بها، یعنی که موقنا بها، من قالها من النهار موقنا بها، یعنی هر کسی که این ذکر و این دعا را در روز بگوید، موقنا بها یعنی یقین داشته باشد به این گپایی که میگوید، یعنی که این گپای زبانی نباشد، این گپای فقط به زبان نباشد، بلکه با یقین قلبی هر چیزی که میگوید با قلبش یقین داشته باشد. فمات من یومه قبل ان یمسیه، پس بمیرد میگه این انسان در همین روزی که این دعاها را با یقین گفته بود، قبل ان یمسیه پیش از اونه که امروز بگاه شود، فهو من اهل الجنتی، پس این گوینده این دعا با یقین از اهل جنت می شود. یعنی هر کسی که در سحر این دعا را بگوید تا بگاه را اگر که وفات کرد، از این دنیا رحلت کرد، این انسان از اهل جنت می گردد. و من قالها من اللیل، یعنی هر کسی که این دعا را شبانگاه بگوید، در شب بگوید، و هو موقن بها، و اون انسان یقین داشته باشد به این گفته هایش، این دعا هر سخنهایی که گفتیم این دعا این سخنها را یقین داشته باشد. فمات قبل ان یصبح، پس این انسان بمیرد پیش از اونه که شب روز شود، پیش از روز شدن در همون شبی که این دعا را گفته است همون شب بمیرد. فهو من اهل الجنتی، پس اون انسان از اهل جنت می باشد، اون انسان از اهل جنت می باشد. رواه البخاری، و این حدیث را امام بخاری رحمه الله روایت کرده است. پس این دعای بزرگ را هر کسی که شب و روز، یعنی شب یک بار روز یک بار بگوید، یا در همون ذکرهای سحر و بیگه این دعا هست، این دعا از ذکرهای سحر و بیگه هست. پس هر کسی که عادت داشته باشد در ذکرهای سحر و بیگه و این را بگوید، پس اون انسان سربلند از این دنیا سفر خواهد کرد و اون انسان را در قیامت جای پرناز و نعمت به نام جنت انتظارش می باشد.
پس امام نووی رحمه الله در اینجا بعد از این حدیث آورده میگه ابو او. کلمه ابو چی معنی دارد؟ یعنی در اینجا گفتیم که ابو لک بنعمتک علی یا ابو بذنبی. پس ابو معناش چی است؟ میگه ابو او بباء مضمومه، حرف با میگه ضمه بته، ثم واو، بعد از با میگه حرف واو هست، و همزه ممدوده، همزه ممدوده هست، معناه یعنی معنای این ابو او اقر و اعترف، یعنی اقرار میکنم و اعتراف میکنم به نعمتایی که الله برام دادی و به گناهایی که من انجام دادم، گناهایم را به کلم میگیرم و اعتراف میکنم. پس این بود یک کلمه که امام نووی رحمه الله برامان بیان کرده است معنایش را. پس این بود حدیث 1874 کتاب ریاض الصالحین. بعد از این امام نووی رحمه الله حدیثی 1875 کتاب ریاض الصالحین را می آورد و میگوید و عن ثوبان رضی الله عنه قال، یعنی که از ثوبان رضی الله عنه روایت است که گفت کان رسول الله صلی الله علیه و سلم اذا انصرف من صلاته، میگه پیغمبر صلی الله علیه و سلم هنگامی که به آخر میرسانید نمازش را، وقتی که نماز را خلاص میکرد، بوت میکرد، استغفر الله ثلاثا، یعنی طلب مغفرت میکرد، میگه از الله جل جلاله 3 مراتبه، 3 بار استغفر الله میگه، یعنی بعد از سلام دادن استغفر الله استغفر الله استغفر الله گفته رسول الله 3 بار طلب مغفرت میکرد. پس یک گپ مشهور هست که در بین بعضی ها هست که انسان نماز خوانده است، بعد از نماز رو بوت کردن چرا استغفر الله میگوید؟ یعنی کاری بد نکرده است، نماز خوانده است، چرا استغفر الله میگوید؟ بعضی این اشکال را یا که این سخن رو میگویند، یا حتی بعضی دعوتگرا این سخن باطل است، این سخن بی اساس است از ریشه‌اش، زیرا که رسول الله صلی الله علیه و سلم این کار رو کرده است. پس این قوی ترین دلیل است. و دوم که ما نماز رو که خوانده ایم حتما در داخل نماز ما کمبودی بود، یعنی که ما انسان هستیم، ما انسان هستیم، به کمبودی نیستیم، حتی در داخل نماز هم کمبودی های رخ میدهد. پس این استغفر الله های ما برای همون کمبودی هایی که در حالت عبادت انجام دادیم برای همون است. اگر که دلیلش هم یا که علتش هم خواسته شود که برای چی استغفر الله میگیم، اما در عموم پیغمبر صلی الله علیه و سلم که گفته است، پس ما به مثل رسول الله صلی الله علیه و سلم این سخن رو میگوییم. کسانی که میگوید که بعد از نماز سلام دادن استغفر الله گفتن نگفتن بهتر است، پس گپشان مردود و بیکار و باطل میباشد. چطوری که در این حدیث ما شما میخوانیم که رسول الله بعد از خلاص کردن، این حدیث امام مسلم است، بعد از خلاص کردنی نمازش استغفر الله گفته 3 بار میگفت. و قال، بعد از استغفر الله میگفت که اللهم انت السلام و منک السلام تبارکت یا ذا الجلال والاکرام، یعنی ای بار اله تو سلام هستی، یعنی که از تمام نقص و کمبودی ها ای الله تو پاک و دور هستی، نقص و کمبودی نسبت به تو وجود ندارد ای الله. و منک السلام، و از جانب تو از سلام، سلامتی و امن و امان همه این از جانب تو می باشد ای الله. تبارکت یا ذا الجلال والاکرام، بزرگ و پاک هستی تو ای صاحب جلالت و صاحب اکرام الله ذوالجلال. قیل للاوزاعی، میگه گفته شد برای اوزاعی، و هو احد رواته، اوزاعی کی است؟ یکی از راویان همین حدیث است. پس اوزاعی را راوی همین حدیث کسی سوال کرد که کیف الاستغفار، یعنی چگونه است استغفار کردن، چطور استغفار بکنیم؟ قال یقول استغفر الله، میگه که پیغمبر میگفت استغفر الله، انا همین لفظ استفاده میبود، استغفر الله استغفر الله. رواه مسلمون، این حدیث را امام مسلم روایت کردگی هست. این بود حدیث 1875 کتاب ریاض الصالحین. بعد از این امام نووی رحمه الله حدیث 1876 کتاب ریاض الصالحین را میآورد و میگوید و عن عایشه رضی الله عنها قالت، یعنی از عایشه رضی الله عنها روایت است که گفت
کان رسول الله صلی الله علیه و سلم یکثر ان یقول قبل موته. میگه پیغمبر صلی الله علیه و سلم بسیار میگفت پیش از مرگش، پیش از وفاتش، رسول الله صلی الله علیه و سلم بسیار میگفت که سبحان الله و بحمده استغفر الله و اتوب الیه. پیغمبر صلی الله علیه و سلم پیش از وفاتشون این ذکر رو بسیار میگفتند. سبحان الله و بحمده یعنی پاک است الله و با حمد و ستایشش. استغفر الله یعنی طلب مغفرت میکنم از الله جل جلاله، و اتوب الیه و به سوی او توبه میکنم، به سوی او باز میگردم و توبه میکنم. این حدیث متفق علیه میباشد. این بود حدیث 1876 کتاب ریاض الصالحین. بعد از این امام نووی رحمه الله حدیث 1877 کتاب ریاض الصالحین را میآورد و میگوید و عن انس رضی الله عنه قال، یعنی از انس رضی الله عنه روایت است که گفت سمعت رسول الله صلی الله علیه و سلم یقول، میگه شنیدم رسول الله صلی الله علیه و سلم را که میگفت، پیغمبر صلی الله علیه و سلم میگفت که قال الله تعالی، الله سبحانه و تعالی گفته است، یعنی که این حدیث قدسی است. الله سبحانه و تعالی گفته است که یا ابن آدم، ای فرزند آدم، انک ما دعوتنی، هر آینه تو ما دعوتنی، یعنی تا زمانی که من رو دعا میکنی و من رو میخوانی و من رو عبادت میکنی، و رجوتنی، و تا زمانی که به من امید داری تو ای فرزند آدم، غفرت لک علی ما کان منک ولا ابالی، الله میگوید که میبخشم من برای تو علی ما کان منک، هر گناهی که از تو بود، هر گناهی که از تو باشد من تو را میبخشم، ولا ابالی، و به گناهانت اهمیت هم نمیدیم، توجه هم نمیکنم. یعنی فقط تو ای انسان تا زمانی که الله را عبادت میکنی در بر شریک نمیاری، تا زمانی که امید داری به الله جل جلاله، الله برات این وعده را میتید. هر گناه کردی، هر معصیتی که کردی، الله میگه من همه اونها را میبخشم، ولا ابالی، توجه هم نمیکنم به گناهانت، اهمیت هم نمیدیم به گناهانت ای بندم. یا ابن آدم لو بلغت ذنوبک عنان السماء، ای فرزند آدم اگر که گناهان تو به ابرهای آسمان برسد، یعنی همین قدر گناه زیاد بکنی که از زمین تا به ابرهای آسمان باشد، ثم استغفرتنی، بعد تو میگه ای فرزند آدم طلب استغفار کردی از من، طلب مغفرت کردی، غفرت لک ولا ابالی، من میبخشم تو را و توجه نمیکنم به گناهانت و اهمیت نمیدهم گناهان کرده‌ات را. یا ابن آدم، ای فرزند آدم، انک لو اتیتنی بقراب الارض خطایا، اگر که تو نزد من بیایی با پرگی زمین از خطا، یعنی به اندازه زمین، مسافه بین زمین و آسمان، از مشرق تا به مغرب، همه اگر پر از گناه، الله میگه تو نزد من بیایی، ثم لقیتنی، پس به من ملاقات بکنی، اما شرطش این است که لا تشرک بی شیئا، شرط داره، شرطش این است که شرک به من نآورده باشی، گناه کرده باشی، معصیت کرده باشی، اما شرک نآورده باشی، لاتیتک بقرابها مغفرة، الله میگه که نزدت خواهم آمد و من پیش تو خواهم آمد بقرابها مغفرة، یعنی با پرگی زمین و مغفرت و بخشش. گناه تو به اندازه پره زمین گناه بود، الله میگه به همین اندازه با مغفرت من نزد تو میام، با همین اندازه بخشش من پیش تو میام که تمام گناهانت را میبخشم ای بنده. اما شرطش این است که تو شرک اگر نیاورده باشی، زیرا اینکه شرک خطرناکترین چیزی است که علاقه بین بنده و بین الله را قطع میکند، این شرک. رواه ترمذی
و قال حدیث حسن. این حدیث را ترمذی روایت میکند و میگوید که حدیثی حسن هست. اکنون امام نووی رحمه الله چند کلمه های از این حدیث رو بیان میکنند. میگه عنان السماء. عنان السماء میگه بفتح العین، عین میگه فتحه که قیل هو السحاب. بعضی گفتن که عنان السماء یعنی که ابرهای آسمان، هو السحاب یعنی که اون ابر هست، ابرهایی که در آسمان هستند. و قیل، و بعضی گفتن که عنان السماء هو معنى لك منها ای ظهره، یعنی اون چیزی که میبینی تو آسمان را تا اندازه بینایش چشمت، انا همین میگن عنان السماء، یعنی که تو ای انسان با اندازه بینایش چشمت به طرف آسمان گناه و معصیت داشته باشی اما شرک نداشته باشی، نزد من آمدی من همه اینها را میبخشم. پس عنان السماء دو ترجمه دارد، یکمش ابرهای آسمان یا به اندازه بینایی چشمت به طرف آسمان، چقدر را میبیند، چند مسافه و چند متر را، به همون اندازه اگر با گناه نزد الله بروی و اما شرک نآورده باشی الله گناهانت را خواهد بخشید. این یکم کلمه. بعد از این میگه و قراب الارض، یعنی با قراب الارض با پرگی زمین، میگه بضم القاف، حرف قاف میگه ضمه بکن و روی بکسرها، کسرش هم جایز است، میشه بگوی قراب الارض، میشه بگوی قراب الارض. قراب و قراب هر دوش آمدگی هست. و ضم اشهر، اما ضمه قطعی خواندن مشهورتر است و قراب الارض گفتن قراب این مشهور می باشد. و هو ما یقارب ملعها، یعنی که اون به اندازه پوری زمین، به اندازه پوری زمین. پس معناش چنین است، قراب یا قراب الارض به اندازه پوری زمین رو میگویند. پس این بود دو کلمه که امام نووی رحمه الله در زیر این حدیث برامون بیان کردن معنایش را. و این بود حدیث 1877 کتاب ریاض الصالحین. بعد از این امام نووی رحمه الله حدیث 1878 کتاب ریاض الصالحین را می آورد و میگوید و عن ابن عمر رضی الله عنهما، یعنی که از ابن عمر رضی الله عنهما روایت است، ان النبی صلی الله علیه و سلم قال، هر آینه میگه رسول الله صلی الله علیه و سلم گفتند یا معشر النساء تصدقنا، رسول الله گفتند که ای گروه زنان شما بسیار صدقه بدهید، شما صدقه بدهید ای گروه زنان. و اکثرن من الاستغفاری، و شما گروه زنها بسیار کنید استغفار کردنتون را، بسیار استغفار بگویید ای زنها. فانی رأیتکن اکثر اهل النار، رسول الله اکنون علت بیان میکند که چرا امر و فرمان داد زنها را که بسیار صدقه بدهید و بسیار استغفار بکنید. میگه علتش چنین است که فانی رأیتکن اکثر اهل النار، میگه من دیدم شما را بسیار ترین مردم دوزخ، یعنی که مردمی که در دوزخ هستند اکثرشان بسیارشان زنها هستند. پس میگه ای زنها شما بسیار استغفار بگویید، بسیار صدقه بدهید تا اینکه خودتان را از دوزخ نجات بدهید. قالت امرأة منهن، پس سوال کرد، گفت زنی از زنها، از بین زنها یک زن سوال کرد که ما لنا اکثر اهل الناری، ما لنا یعنی چی شده است، چرا ما بسیار ترین مردم اهل دوزخ باشیم، یعنی چرا زنها بسیار ترین مردم دوزخ هستند، چی گناه کردن، چی معصیت یا چی عادت دارن که بسیار ترین اهل دوزخ هستند. پیغمبر گفت که قال، رسول الله گفت که تو کثیرن لعنه، گفت شما زنها بسیار میکنید لعن را، شما بسیار لعنت میگویید. و تکفرن العشیره، شما زنها بسیار ناسپاسی میکنید نسبت به شوهرهایتان. و تکفرن العشیر یعنی که ناسپاسی میکنید، قدری خدمت شوهرهایتان را نسبت به خودتان نمیدانید، خوبی های شوهرهایتان را زود فراموش میکنید
شما ای زنها و ما رأیت من ناقصات عقل و دین اغلب لذی لب من کننا. الله اکبر. پیغمبر میگه که ما رأیت من ناقصات عقل و دین، یعنی میگه ندیدم من ناقص عقل و ناقص دین را اغلب لذی لب، یعنی که غالب آمدگی باشد بر انسانهایی که عقل دارن. میگه من ندیدم کسی را که دینش ناقص است عقلش ناقص است غالب بیاید بالای کسی که عقلش پر است. من کن، رسول میگه از شما زنها دیده، یعنی که شما زنها هستید که دین تا ناقص هست عقل تا ناقص هست، با وجود این مردای بیچاره را فریب میکنید. اغلب شما غالب میایید و شما فریب میکنید مردای بیچاره را، یعنی که لذی لبین، مردا صاحب عقل است، عقلشون پر هستن، اما زنها با همون عقل ناپرشان مردا را چیکار میکنن؟ فریب میدهند و مردا را غالب میآیند. قالت، پس میگه اون زن باز سوال کرد، اون زن باز پرسان شد که ما نقصان العقل و دین ای رسول الله، زنها را گفتید که عقلشون ناقص است و دینشون ناقص است، پس چگونه عقل و دینشون ناقص است؟ رسول الله صلی الله علیه و سلم گفتند، قال رسول الله گفتند شهادت امرأتین بشهادت رجل، یعنی گواهی دادنی دو زن به اندازه گواهی دادن یک مرد است. پس این دلالت میکنه به ناقص بودن عقلشون. عقلشون ناقص که هست دو زن را به اندازه یک مرد در شهادت قبول کرده می شود، در گواهی قبول کرده می شود. پس این دلیلی ناقص العقل بودنتان. و تمکث الایام لا تصلی، و روزها می ایستید و نماز نمیخوانید، یعنی کسل ماهانه میشید نماز نمیخوانید، تولد میکنید نفاس میشید نماز نمیخوانید، این دلالت میکند به ناقص دین بودنتان. پس دینتان هم ناقص است، زیرا که کسل ماهانه شدید دیگه حق نمازخوانی ندارید، وقتی تولد میکنید در نفاس هستید حق نمازخوانی ندارید. پس این خود دلیل است که شما ناقص دین هستید. پس پیغمبر صلی الله علیه وسلم هر دی این سوال زن رو جواب داد که ناقص عقل برای چی هستید و ناقص دین برای چی هستید شما ای زنها. اما با وجود همین ناقص عقل بودن و با وجود همین ناقص دین بودن، فتنه کلان از جانب شما زنها رخ میدهد و مردا در فتنه شما گرفتار میشه با وجودی که عقل پر دارند. رواه مسلمون، این حدیث را امام مسلم رحمه الله روایت کرده است. این بود حدیث 1878 کتاب ریاض الصالحین. بعد از این امام نووی رحمه الله در زیر کتاب استغفار باب مکشاید، بعد از این چند آیت و چند حدیث رو بیان کردم، باب مکشاید، باب بیانی ما اعد الله تعالی للمؤمنین فی الجنه، یعنی باب در مسئله بیان کردنی آن چیزی که آماده کرده است الله تبارک و تعالی برای مؤمنان در جنت. الله برای مؤمنان در جنت چی چیزها را آماده کرده است، چی چیزها را تیار کرده است؟ امام نووی رحمه الله در زیر این باب انا همون چیزهای آماده کرده ای الله جل جلاله را برای ما تقدیم میکند و این باب را انشاءالله درس آینده خواهیم گرفت. پس این بود درس امروزه امان. درس امروزه را در همین جا به پایان میرسانم تا درس آینده. الله حافظ و مددگار. بارک الله فیکم و جزاکم الله خیرا و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.